در همین باره بزرگی رحمت الله کم تر سخن میگفتید. 5 دقیقه و 10 دقیقه در حدیث 6000 بخاری که در آنجا میگوید رحمت الله از 100 جز عبارت است که یک جزش در این دنیا قرار دارد. اگر امکانیت بود در همین عبارت در همین حدیث را کم تر شهر میداده. ولی الله تعالی رحمان است و رحیم است. رحمتش چنان وسیع است که در دنیا حتی به کافرها هم رحم کرد، حتی به حیوانهای درندگی هم رحم کرد. و حیوان درنده پایش را میبردارد تا اینکه فرزندش را زیر نکند. همین رحمت، مهربانی که در همین حیوانهای درنده هست، همین را الله تعالی داده است. اون یک رحمت الله تعالی از 100 رحمتش یک رحمتش را در بین خلایق تقسیم کردگی است. کافر هم رحم دارد. ببینید یک کافر برای دیگر کافر دیگر یا برای آدم کی کسی که نباشد اگر معیوب باشد یا پرسنده باشد خیر میکند. همین خیرش هم رحمت است، مهربانی است. همین مهربانی یا رحمت الله تعالی را الله تعالی در بین خلق تقسیم کرد. کی چقدر گرفت؟ الراحمون یرحمهم الرحمن و ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسانی که در روی زمین مهربان هستند به اونها اون ذاتی که مهربان آسمان است رحم. ارحموا من فی الارض، اونایی که در زمین هستند به اونها رحم کنید. یرحمکم من فی السماء، در نتیجه آنی که در آسمان است به شما رحم میکند. یعنی الله تعالی به شما رحم میکند. بنابراین چقدر میتوانید به مردم، به خلق الله تعالی مهربانی کنید. حتی از مهربانی الله تعالی که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، از مهربانی الله تعالی است که در قلب پدر و مادر مهر و محبت فرزند را داد و این چنین وصیت کرد پدر و مادر را که یعنی میراث آنها را به پسرها 2 برابر دخترها تقسیم کنند. الله برای بنده اش از پدر و مادرش هم دیده مهربان تر است. بعد از آن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از آن پدر و مادر. لیکن پدر و مادری که فقط برای آبادی دنیای فرزندش رحم میکنند، مثلا فرزندش بیمار شد رحم میکنند، فرزندش نمیخواهد که کمبغل شود، نمیخواهد که بیمار شود، نمیخواهد که به سرش مصیبت بیاید، بلا بیاید، میخواهد فرزندش در دنیا زندگی سالم داشته باشد. از این گونه پدرها دیده عالمها و دعوتگران مسلمان ها از پدرش اولاتر می ایستند، مهربانتر هستند، برای آنکه اون گونه پدرها فقط جانب دنیای فرزندانش را فکر میکنند و به جانب دنیای فرزنداش رحم میکنند، به آخرتش رحم نمیکنند. پدر و مادری که برای فرزندش، برای دین فرزندش غم میخورد، مهربانی میکنه، میخواهد که نمازهای فرزنداش قضا نشود، میخواهد که فرزنداش علم آموزند، اون پدر مهربان است. اون پدر هم وظیفه استادی را دارد، هم وظیفه پدری حقیقی را دارد. خلاصه برادر عزیز، الله تعالی رحیم است و مهربان است و این یک جزء رحمت است و در حدیث آمده است که 99 رحمت خود را روز قیامت الله تعالی با آن خلق را رحم میکنه. در بعضی روایات حتی شیطان هم رحمت الله را دیده روز قیامت فکر میکرد است که مرا هم ممکن بخشد. و حالا که شیطان که دیگر به الله تعالی سجده نکرد و در همین حالتش از دنیا که بر بالاش قیامت قایم میشد و از دنیا میگذرد و بخشیده نمیشد. ولی روایت ها هست که رحمت وسیع الله تعالی را دیده امید میکرد است. از این میبراید که الله تعالی مرا هم بخشد ممکن افته رحم، یعنی امید میکرد است که دلالت به وسیع بودن رحمت الله سبحانه و تعالی میکند.